بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر غلامی هستم و امروز میخوایم که اوپن SSH تا اندازه برای شما توضیح بدم. خب اوپن SSH که هست، SSH ساده در صورتیه که مثلا شما بخواین که از یک سیستم به سیستم دیگه به صورت سکیور چیکار شدن کانکت شدن. خب در صورتی که به صورت سکیور میخواین کانکت شدن، هر دفعه که میخواین به سیستم مقابل کانکت شدن، سیستم دومی یا ریموت سیستم کانکت شدن، از شما اتنتیکیشن در کار داره، یعنی یک یوزرنیم و پسورد که این یوزرنیم پسورد اگر مثلا یعنی ریموت زدن شما به تعداد خیلی زیاد باشه، این همین وارد کردن هدف یوزرنیم پسورد یک کار بیهوده هست. بیهوده که نه، یک کار خیلی اذیت کننده و خیلی طولانیه. جایی که در بعض قسمت ها که هم که در قسمت لکچر ها خواندیم که میتونیم مثلا در قسمت بکاپ گرفتن خود سیستم های سرور، بکاپ گرفتن سیستم های سرور، خب وقتی یک دیوایس میخواد از بکاپ بگیره، هر دفعه بخواد وارد بشه از یوزرنیم پسورد میخواد. خب یوزرنیم پسورد وارد نمیتونه دیگه، نه باید اوپن SSH اینجا استفاده کنیم. یعنی چی؟ باید یک دونه کی خود ما جنریت کنیم و خود او کی داخل سرور قرار بدیم که هر بار که مثلا همین دیوایس که میخواد بکاپ بگیره ریکوست فرستاد به سرور، خود سرور اتومات اما کی که داخل خودش کپی شده اما یکی رو باید چکار کنه، برش انزرت کنه که مثلا او بتونه لاگین شه. خب بخاطر ما از اوپن SSH اول ما میریم SSH استفاده میکنیم. خب بخاطر منوال SSH ببینیم، معنی SSH میزنیم ببینیم که چی چیزا داره. خب توی قسمت SSH گفته که میتونیم مثلا SSH استفاده کنیم، بعد میتونیم مثلا به صورت ریموت باشه نگاه کنیم. روی قسمت گفته که نام یوزر طرف مینویسیم، نام چی؟ نام هاست نیم میشه مینویسیم، یا ما آی پی آدرس مینویسیم، یا ما لوکالش مینویسیم. خب چیز اسم خود کامپیوترش مینویسیم. خب اینجا یک عالم آپشن ها داره. یک آپشن هایی که ما میخوایم برشمون نشان بدیم توی قسمتی ماینس جنکی هست با گمانم باش برشمون نشان بدم که ببینیم. خب باشه داریم نویسیم جای فایل هایی که مثلا آیدی ها اینا قرار داره، identity.public. همون identity.public منظورش همون چیزه دیگه، پابلیکی که از طریق SSH برای خود سیستم ما تعریف میشه. خب ما یکی رو از اینجا پیدا نکردم، مثلا داخل منوال عمال که گشت نمیفهم، ما دقت نکردم چه رقم بود. خب ولی توی یک وبسایت رفتم، توی قسمت از این وبسایت ما میخوایم چیکار کنیم؟ از اوپن SSH استفاده کنیم به اساس سه استپ. ما خواهیم توسط SSH لاگین شدیم without password. بعد به چی چیزا نیاز داریم؟ یا SSH کیجن در کار داریم و چی؟ SSH کپی ID. خب این خود از این آرکیتکچر یا ساختاری از این استفاده کردن از این سیستم به این صورته که اول ما میایم چیکار میکنیم؟ اول باید یک دونه پابلیکی برای خود جنریت کنیم. پابلیکی امور رقمی که در قسمت خود ما مثلا پابلیکی برای خود جور میکردیم داخل کامپیوتر خود کنه، یعنی مثل ازمویه مقصد و قسمت که بود مثلا JPG ماینس جن کی داشتیم، اینجا SSH ماینس کی جن داریم. خب بعد از اینکه رو میزنید از شما میاد چیکار میکنه؟ میگه که آدرسی که امی پابلیک آیدی شما ذخیره میشه در قسمت ssh.id_rsa هست. بعد میگه پسفرز وارد کنین، پسفرز خود دوباره پس تکرار میکنن، بعد خلاص دیگه سیو میشه و فینگرپرینت شما رو همونجا ذخیره میکنه با همون لوکال هاست نو کلا. چون دفعه اول وقت که SSH میزنین اول فینگرپرینت شما سیو میکنه داخل تیبل خود، بعد یوزر رو مثلا لوکال هاست شما رو داخل خود ذخیره میکنه داخل از این چیز که هست، داخل از این کی که جنریت شده. بعد میان چیکار میکنه؟ در این قسمت استفاده کرده SSH کپی آیدی. خب تا اینجا درسته دیگه، SSH کپی آیدی رو ما استفاده میکنیم
ماینس آی بجای اینجا ما میتونیم در صورت که لوکال باشه خب اینجا هم بودم ماینس آی استفاده کرده درست یعنی m2 into the g into the ssh id rsa.public بعد ریموت هاست. خب اینپوت میگیره خب میگه که پابلیک آیدی ما که اینپوتش مثلا از فلانی جا هسته اینجا درسته میگه به ریموت هاست ما کپی کن درست شد. خب بعد از اینکه کار کپی رو انجام داد ما میایم دوباره ریموت هاست میزنیم خود تو تا استپ انجام داد استپ سوم میگه که ببینیم چک کنیم ببینیم که شما پسورد میخواین یا نه باشه رو میایم چک میکنیم. خب اولین کامنت چی بود ssh ماینس جن بود درست که جن کی بود که جن بود درسته که جن درسته ssh ماینس کی جن بود. خب میگه که این قسمت گفته که مثلا مال شما ذخیره شده قسمت هوم بیست ssh id و rsa درسته میگه در اینجا ذخیره میشه ما میگم سعی آدرس تغییر نمیدم در مو آدرس ذخیره شد کرد یک دایرکتوری در این قسمت ساخت برای ما پس فریزش ما برش یک پس فریز میدم برش صحیح شد. پس فریز نگاه کنیم این حالت انکریپت شده یا مو RSA یا مو کد شده خود چیز ما چه میگن امو کی یکی جنریت شده. خب ما اینا میایم یک ترمینال دیگه باز میخوام براش نشان بدم که وقت ما میخوام داخل باش اینو ببندم. خب وقتی میخوایم برمی سیستم خود SSH بزنم چیکار میشه مثلا از من یوزرنیم پسورد میخوام SSH به چی به بیس ات بیست. خب من میم اف کانفیگ میزنم آی پی خورم برایش مشکل نداره فرق نمونه. خب نمیدارم